إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بینندگان عزیز بارك الله فيكم. الله متعال آخران امت محمد صلی الله علیه و سلم را به تمام امتهای گذشته برتری داده است و صفت برتری این امت این است که الله متعال در قرآن می‌فرمایند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. میگه شما بهترین امت هستین که برای این مردم انتخاب شدین، اما شرط این است که شما امر به معروف میکنین و همچون نهی از منکر میکنین و ایمان میارین به الله. یعنی که این امت که بگیم که بالاتر و بهتر و خوبتر است نسبت به تمام امتهای گذشته، اما شرط داره این است که باید تمام این امت خاصتا علما و کسایی که قوت و قدرت دارن، یعنی که اول خانواده خود را، دوم خیش تبار خود را، سوم تمام مردم را به کارهای خوب، یعنی که بعد توحید، نماز، روزه، حج، زکات، احسان، نیکو، خوبی، اینها چیکار کنن؟ امر بکنن و مردم رو از منکر، یعنی که از کفر، شرک، نفاق، خوردن مال حرام، خوردن چیزی حرام، غیبت و بهتان و تهمت باز بدارن و همچون به الله متعال ایمانی راسخ و صادق داشته باشند. یعنی وقتی که این امت این کار کرد، این امت نه که جا و مقام و مرتبه اینها بالاتر است به تمام امتهای گذشته. یعنی وظیفه تمام مردم، تمام مسلمان ها این است که باید اون چیزی را که الله متعال برای ما و شما امر کرده است و ما و شما را وظیفه دار کرده است که باید ما دیگر را به کارهای خوب دعوت و تشویق و ترغیب کنیم، از کارهای بد یکدیگر را باز بداریم و به الله متعال ایمانی راسخ و صادق داشته باشیم. اگر امروز علما و کسانی که قوت قدرت دارن این وظیفه را انجام ندهند، حتما در زیر عقاب و عذاب الله متعال قرار میگیرن. در دیگه حدیث میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. میگه یکی از شما اگر کاری منکر دید، کاری کفر دید، شرک دید، نفاق دید که یک از مال حرام میخوره، چیزی حرام میخوره، غیبت میکنه، بهتان میکنه، تهمت میکنه، دیگه کار معصیت انجام میده، اول اگر قوت قدرت داره، چی عالم است یا که یک انسان غیر عالم است، اول به دست خود منع کنه. اگر این کار در خانواده خود دید یا که در یک جامعه دید، در یک بگیم که در یک کشور بود، هر کی جایی که باشه، او اگر قوت قدرت داشت باید با دست خود اولی کار منع کنه. اما اگر قوت قدرتی منع کردن با دست نداشت، اینا چیکار کنه؟ با زبان خود بگه که این کار نادرست است، کار حرام است، کفر است، شرک است، نفاق است، بگه. اما اگر این کارم نکرد، حدی اقل همین کار منکر در قلب خود بد ببینه و این هم همون کمترین درجه ایمان است و این ضعیفترین ایمان است که انسان بعد از کاری بد من کردن نمیتونه و همچون با زبانش گفتن نمیتونه، حدی اقل در قلب خود بد او کار منکر بد نمیبیند. در دیگه حدیث میگه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که حدیث امام ابو داود در سنن خود با شماره 2169 از حضرت حذیفه نقل میکنه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که والذی نفسی بیده، میگه قسم به اون ذاتی که نفس من در دست او است، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. میگه قسم به اون ذاتی که نفس من در دست اون است، شما باید چیکار کنید؟ امر به معروف کنین
و نهی از منکر کنی. اگر این کار نکنی نزدیک است که الله متعال بالای سر شما یک عقاب، یک عذاب میاره. بعد از او هر چی که دعا میکنه که الله این عذاب، این مصیبت، این مشکلات از ما بردار، دیگه فایده نداره برای شما. در دیگر روایت میگه که میگه اگر شما این وظیفه را انجام ندادین، الله متعال بالای سر شما قوم ظالم میگه مسلط میکنه، بالای سر شما حکومت میکنه. هر چی دعا میکنه الله این قوم ظالم از بالای سر ما بردار، دیگه فایده نداره. امروز ما شما میبینید در بعضی کشورها وقتی که علما و مردم و مسلمان ها وظیفه خود را انجام ندادن، امروز پادشاهای ظالم بالای سر این مردم حکومت میکنه، ظلم میکنه، حقشو گرفته میشوه. مثل یک برده، مثل بگیم که یک انسان عاجز و ناتوان اینها را استفاده میکنن. سببش چی است؟ سببش باید انسان از نفس خود سوال کنه که اون وظیفه‌ای که الله متعال بالای سر من گذاشت آیا را انجام دادم؟ آیا چقدر دیندار بودم؟ چقدر بدین عمل میکردم؟ در برابر منکر خاموش ایستاد؟ دیگه وقتی که خاصتا علما و کسان دیگه، یعنی که این وظیفه فقط علما نیست، هر کس اندازه قوت قدرت خود باید این کار انجام بده. که نکردن این مصیبت بالای سر شما. امروز اگر همین مصیبت ها در خانه باشه و سبب اساسیش همین است که همین کسایی که در این خانه وظیفه دار بودن که خانواده خود را، خیش توار خود را به کارهای خوب وادار بکنن، از کارهای بد باز بدارن، اما این کار نکردن. و حتما همین انسان ها در روز قیامت پرسیده می شوند. برای وقتی که انسان ها در برابر منکر خاموش ایستادن، وقتی که عذاب عقاب میاد، او کسی که خاموش است او هم بالای سرش عذاب میآید و کسی کاری بد انجام میده اون هم بالای سرش عذاب و عقاب میآید. شما قصه اصحاب سبت، یعنی یهودیایی که اونها مورد امتحان و ابتلا قرار گرفته بودن، الله متعال برای یهودیا روز جمعه را انتخاب کرد که روز جمعه روز استراحتی، اما آنها روز جمعه را قبول نکردند. روز شنبه را برای خود روز استراحتی انتخاب کردند. الله متعال در این روز شنبه اونها را مورد امتحان و ابتلا قرار داد که شما در روز شنبه باید شکار ماهی نکنید. 3 طایفه بودن. طایفه اول این کار کرد، هله کرد، اما این کار کرد. طایفه دوم اینها را منع کرد. طایفه سوم این کار نکرد، اما در برابر این طایفه اولی که این کار انجام دادن خاموش ایستاد. نظریه بعضی از مفسرین است که وقتی عذاب اومد بالای سر اینها، نه که الله متعال اینها را بگیم که به همون میمون و همچون به خوب وقتی که اینها را تبدیل داد، 2 طایفه مورد عذاب قرار گرفت. یعنی طایفه اولی که این کار کرد، طایفه دومی که خاموش بود، وقتی عذاب اومد هر دی طایفه را گرفت. طایفه سوم نجات یافت. امروز کسایی که کار منکر کردن و کسایی که خاموش ایستادن، عذاب عقاب بالای اینها هم در دنیا هم در آخرت است. کسایی که در برابر منکر خاموش نبودن، منکر را رد کردن، اینها ان شاء الله هم طایفه ای هستند که اینها نجات یافتن در دنیا و همچون در آخرت. اما شرط امر به معروف و نهی از منکر این است که اولین این است که انسان علم داشته باشه. یعنی وقتی که انسان یک کس به کارهای خوب وادار میکنه، از کارهای بد باز میداره، باید علمش داشته باشه. به جهل نمیشه دعوت داده، علم داشته باشه. اما کسایی که امروز علم ندارن، به این معنا نیست که ما دیگه باید امر به معروف و نهی از منکر نکنیم. نه، طلب علم فرض است برای هر یک انسان. همچون در حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که طلب العلم فریضه علی کل مسلم. یعنی که طلب علم فرض است برای هر یک مسلمان، چی مرد است، زن است، خرد است، کلان است. امروز کسی که علم نداره، آموختن علم برای فرض است و بعد از اینکه علم آموزه باید امر به معروف و نهی از منکر کنه. دومین است که باید همون انسان یک حکمت، یک بصیرت داشته باشه. به این معنایی که یک انسان وقتی از کار منکر باز می‌داره، بر خود یقین داشته باشه که من همون قوت قدرت توانایی ندارم که همین از کار منکر باز بدارم. اما بعضی وقتی که انسان کار کردن نمیتونه، یک انسان از یک کار گناه باز می‌داره، او انسان از او بالاتر گناه انجام می‌دهد. این درست نیست. به طور مثال یک انسان میاد شیوه دعوت نمیدونه، حکمت نداره، بصیرت نداره،
یک کس میگه ناس نکش، ناس خوب نیست، یک گپوی خیلی سخت میگه، مبالغه در دعوت میکنه، چیزی را که در قرآن سنت گفته نشده است او بیشتر میگه. او انسان میگه بر از اینجا، میبینی که پگاه ایرف شراب نوشید، این حرام است. وقتی که انسان بصیرت نداره، حکمت نداره، شیوه دعوت داده نمیتونه، باید این چیزا بآموزه به دعوت بده. قصه مشهور است که وقتی که تترها به سرزمین شام اومدن، ابن تیمیه با یک شخص وقتی که میگذشت از پیش تترها، اونها شراب میخوردن. با ابن تیمیه برای اونها چیزی نگفت. وقتی که گذشتن از پیش اونها رفتن، بعد اون نفر با ابن تیمیه گفت تو یک شیخ هست، یک عالم کلان هستی، در برابر منکر خاموش ایستادی. ابن تیمیه براش گفت که یعنی این عمل کردی اینها، یعنی که خوردن شراب اینا بهتر و خوبتر است از این که اگر من اینها را از این کار باز می داشتم، شاید این سبب میشید که اینها می اومدن با مال و جان و ناموس مسلمان ها دست درازی میکردن. یعنی وقتی که انسان با حکمت و بصیرت میبینه که من کار کردن نمیتونم، یا که من این از این منکر باز بدارم، شاید با این منکر بالاتر دست بزنم، بهتر است که کار نکنه. سوم است که وقتی که انسان دعوت میده با اخلاق حمیده، با صبر، با شکیبایی، زیرا که این صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. الله متعال در قرآن میفرماید برای رسول الله صلی الله علیه و سلم فبما رحمت من الله لنت لهم، یعنی به سبب رحمت الله در برابر این صحابگان تو نرم شدی. یعنی که این آیه اگر اشاره به همون غزوه احد میکنه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم 50 نفر وقتی گفت در بالا شما بیستید، بنابر وقتی که جنگ، قصه طولانی است، جنگ به پایان اومد و اونها بنابر همون اشتیاق خود اونجا را ترک کردن، دوباره بگیم که در اینجا مسلمان‌ها شکست خوردن. همین بعد پیامبر این کار منکر انجام دادن، اگرچه قصدن هم در اشتیاق خطا کردن، اما الله میگه که تو با اینها، یعنی که با همین رحمت الله سبب شد که تو با اینها معامله خوب کردی. اگر میگه تو در برابر اینها اخلاق بد نشان میدادی یا سخت دل میبدی، لانفضوا من حولک، از اطرافت، از نزدیت همه اینا فرار میکردن. یعنی 3 شرط: اول علم داشته باشه، دوم حکمت بصیرت داشته باشه، سوم است که آداب و اخلاق درست و نیک داشته باشد. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.